السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لتهدي الناس إلى صراط العزيز الحميد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله المولانا العظیم. برادرای عزیز و نهایت گرامی، ما در درس‌های گذشته خود به این نکته پی برده بودیم و توضیح شده بود که با مجرد این که یک انسان عاقل، یک انسان آزاد به طرف این کائنات ببیند و در وجود و هستی خود نظر بکند، به این اعتراف میکند که این کائنات را ذات قادر، عالم و مرید به اراده خود آفریده است. بعد در عین از این بزرگی کائنات که میبیند، نوع از احتیاج را در جزئی از این کائنات تثبیت میکند. بعد میبینیم که این احتیاج این کائنات را از وجود خود میبینیم تا به کلی نظام ذاتی است که ای را برش مرفوع میکند و آن ذات عظیم الله جل جلاله است. خداوند لایزال از جمله بزرگترین احتیاج ما که همانا وصلش به او تعالی است، نزدیک شدن ما به او تعالی است و هدایت یک انسان به طرف او تعالی است، ای را توسط ارسال رسول علیهم السلام برای ما شما مرفوع گردانید. باز هم لطف عمیمش شامل حال ما شما شد که خداوند متعال آخرین پیغمبر را با آخرین دستور زندگی برای ما شما فرستاد و عزت ما شما را، کامیابی ما شما را در اتباع او گرو داد. در رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بعد از اقرار و اعتراف به این که نیست معبود بر حق جز الله و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسول و فرستاده اوست و بنده اوست، در این رسالت دومین چیزی که از ما خواسته شده همان نماز است. نماز است که مظهر بندگی یک انسان را تجلی می‌دهد. روی این اساس است که این نماز است که فرق در بین مسلمان و کافر می کند. پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید که الفرق بین المسلم و الکافر ترک الصلاة. فرق در بین مسلمان و کافر همان ترک نخواندن نماز است. و حدیث دیگری می فرماید که الصلاة عماد الدین او الصلاة عمود الدین فمن اقامها فقد اقام الدین و من هدمها فقد هدم الدین. نماز ستون دین است یا نمازها ستونهای دین است. هر کسی که نماز را قائم کرد در حقیقت دین را قائم کرده، دین را نگه داشته و هر که نماز را ترک بکند در حقیقت دین را از بین برده. بعد از او کدام چیزی از اتصال با دین این شخص ندارد، ولو که در ظاهر و از نظر تذکره خود را منسوب به چی بکند؟ به طرف دین بکند. اصحاب پیغمبر رضوان الله علیهم اجمعین اونا میگفتند و واضح این موضوع را بیان کردند که ما به هیچ چیزی کسی را کافر نمیگفتیم، ولی هرگاه که نماز را کسی ترک میکرد بعد از برش میگفتیم که کافر است. عین شکلش وسیله یک انسان مسلمان از یک کافر وسیله شناختش نماز بود. کسی که به جماعت نمی آمد صحابه پیغمبر میفهمیدن که این نفر منافق است. از نفاق یک انسان عدم حضور یک انسان در جماعت و در مسجد بود. ببینیم که کسالت و تنبلی نمای نفاق را برای ما و شما هشدار میدهد.
حالا میبینیم که این نماز چی است، چی معنا میدهد. نماز را جمع از محققان علما میگن که نماز به معنای تجلیل و تعظیم است. یعنی هرگاه یگان نمازگزار انگامی که به الله ایستاده می شود در حقیقت تعظیم و تجلیل ذات عظیم را می کند که کائنات و انسان را آفریده است. بعض علما می فرمایند که نماز یا صلات از صله گرفته شده به معنای پیوست است، یعنی وسیله پیوست یک انسان با اللهش و ما نماز است. با مجرد که الله اکبر میگوید این انسان با الله در ارتباط است. و از این خاطر است که بعض علما میگوید که اگر کسی سوگند یاد بکند که ما با الله سخن گفتیم، با الله ارتباط گرفتیم و نماز بخواند، در حقیقت این صادق است در سخن خود، این خانس نیست. پس نماز وسیله است، وسیله ارتباط یک بنده با الله جل جلاله است. پس هرگاه که یک انسان نماز بخواند در حقیقت با الله اتصال دارد. با مجرد که از نماز قطع میکند و نماز را ترک میکند، رابطه یک انسان با الله جل جلاله قطع شده است. بعد از مورد لطف و نعمت الله جل جلاله انسان قرار نمیگیرد. ولی این نماز وسیله ارتباط ما با الله جل جلاله است. و طبیعی است که ان الله طیب لا یقبل الا طیب. الله پاک از جز پاکی چیز دیگر را قبول نمی کند. پس یک بنده مسلمانی که میخواهد با الله پاک ارتباط بگیرد به طهارت ضرورت دارد. این طهارت اول در عقیدهش باید باشد. یک انسانی که به الله ایستاده می شود او باید معترف به این باشد که آن ذاتی که کائنات را آفریده او قادر است، توانا است، عاجز نیست. او ذاتی که کائنات را آفریده و به شمولش مرا آفریده او ذاتی است که عالم است، در هیچ چیزی از این نظام خلا و پوچی نیست. او ذاتی که ما را آفریده و این کائنات را آفریده و عبث نیافریده، طبیعی است که برای چگونگی بهتر زندگی کردن پیام برای ما شما فرستاده، سیستم زندگی را برای ما شما فرستاده، کتلاک عملی زندگی را برای ما شما داده و در این کتلاک خلایی نیست. بنان یک انسان مؤمن و معترف به الله جل جلاله و نمازگزار در عقیده خود این را دارد که این دینی که ما پابند به اوستم، این دین کامل است، این دین شامل است، این دین ابدی است و از طرف الله است. بنان وقتی که چنین است با تمام آنچه که این دین به ما گفته ما به او باورمند هستم، معتقد هستم و به ارزش‌هایش عمل میکنم. هرگاه که در باب عقیدش غیر الله را نفی کرد، کمال و عظمت را به الله اقرار داد و به او معترف شد، بعد دوم کاری که میکند چون الله پاک است باید جانش پاک بوده باشد. انسانی که میخواد با الله پاک ارتباط بگیرد با جان کثیف نمیتونه ارتباط بگیرد. بعد از جانش لباسش باید پاک بوده باشد و لباسش هم از نظر ظاهر باید پاک باشد و هم از نظر باطن باید پاک باشد. اما تو جانش هم از نظر ظاهر و از نظر باطن باید پاک باشد. نشود خدا نخواسته که در لباسی که به رشوت خریده، به دزدی خریده، به خیانت گرفته، با او لباس ها ولو که خوب پاک بوده باشد بسیار عطر استعمال بکند، پیش الله او مردار است، کثیف است، چتل است، با این لباس های گنده با الله پاک ارتباط گرفته نمیتواند. بنان پاکی لباس و ثیابک فطهر، لباست باید پاک بوده باشه و این تطهیر در لباس همان از لباس حلال باید استفاده بکند. همچنان در جایی که نماز میخواند او جای باید پاک باشد. خدا نخواسته در جای گنده از نظر ظاهر و از نظر باطن نباید یک انسان با الله پاک ارتباط بگیرد. چگونه یک انسان معتقد به این بوده باشه که الله حی و قیوم و علیم است و میداند آنچه که ظاهر و باطن است، در زمینی که او را به رشوت خریدی، او را به خیانت خریدی، او را از بیت المال دزدی کردی،
مسلمان ها را سر زدی، به زور و جبر از مسلمان گرفتی، به غصب گرفتی، تو در او مسجد، تو در او مکان، تو در او خانه هر نمازی که میخوانی الله او را قبول نمیکند. چرا قبولش نمیکنه؟ زیرا او جایی که تو ایستاده هستی او از تو نیست، او ملکت تو نیست و الله جل جلاله در او جا نماز را قبول میکنه که او ملکت از تو بوده باشد، او پاک بوده باشد. هر قدر که سبحان الله بگویی، الحمدلله بگویی، در حقیقت جایی که تو در او جای سجده میکنی او از تو نبوده باشه، به قدر گرفته باشی، وسیله اتصال تو با الله جل جلاله نیست و او نماز الله قبول نمیکند. و وقتی که این دیدیم که از نظر ظاهری هم باید جایی که نماز میخوانیم پاک بوده باشد. از این خاطر است که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که شما پیش قبرستان نماز نخوانید که احتمال گندگی عقیدوی وجود پیدا میکند. در جایی که قبر است نماز نخوانید. مردم افغانستان سرچپه یک جایی که زیارت جور با فورا در پالیس مسجد جور میکنه. او برادر گلم، این خلاف سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. در اونجا که قبر است مسجد جور میکنی نماز نمیشود. بنان در اونجا مسجد جور نکو، از جان خود دین جور نکو. فقط اگر معتقد هستی برو نماز در مسجد بخوان. دومی که الله پاک است، جایی که تو نماز میخوانی بنان حمام نباید باشد، تشناب نباید باشد، زیرا الله در جایی که گندگی باشد در اوجا نماز را قبول نمی کند. بعد از این میبینیم که در رابطه با این پاکی ما شروع میکنیم از ظاهرش دستای خود را میشوییم. این دستا شستن در حقیقت تعهد ما به الله جل جلاله است که دیگه به این دستا به بدی نزدیک نمیشم، دیگه این دستا کار بد را نمیکنه. یا الله آل خوششتمش حسب حدیث پیغمبر علیه الصلاة و السلام، هر انسانی که وقتی وضو میگیرد آخرین قطره‌ای که از دستش میچکد الله گناهی که به دست او را کسب کرده الله برش معاف میکنه. یک طرف معاف میشود، یک طرف تعهد میکنیم که بار دوم این دستا دیگه بدی نمیکند، بار دوم دیگه به طرف بدی نمیرود. هرگاه که ما روی خود میشوییم در حقیقت دو چیز را کردیم. هر گناهی که به توسط دست خود، به چشم خود، گوش خود، بینی خود، زبان خود گرفتیم، در حقیقت الله او را بر ما میبخشد. زیرا حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که هر مسلمانی که وضو میگیرد آخرین قطره آبی که از رویش میچکد الله هر چیزی که او گناهی که توسط روی گرفته الله برش معاف میکند. و در ضمنش تعهد ما بر است که دیگه به روی سیاهی که تو سفیدش کردی یا الله، تو چتل بود مردار بود تو برم پاکش کردی پروردگار، دیگه بازی را گنده نمیکنم، دیگه سیاه نمیکنم. با این تعهد ما وضو میگیریم و هرگاه مس سر خود را میکنیم در حقیقت یک طرف یا الله او فکرهای خرافی، او فکر غلط و خلاف شرع که در ذهن ما بود یا الله تو را به واسطه مسح سر برم عفو کردی، برم بخشیدی. یا الله دیگه در این فکر خود آنچه که خلاف دین تو است، آنچه که خلاف شریعت تو است و آنچه که با تعهد یک مسلمان نمیزیبد دیگه او فکر را در کله خود نمیگنجم، دیگه او فکر جای نمیتم. چگونه یک نفر مسلمان بوده باشد، معتقد به کمال از دین باشد، به شمول از دین بوده باشد، با تطبیق دینش به این قناعت نکنه و بگه چیز دیگری مانده که ما توسط از او به حقوق خود میرسیم. یک مسلمان باشد بعد از بگه که ما والا به پشتو کار میکنم، دیگهش مسلمان باشه باز به فارسی کار بکنه، باز معیار زندگیش همانا احزاب ناروا، قوم پرستی، سمت پرستی و این و آن بوده باشه. مسلمانی که یک بار به سر خود دست بالا میکنه بعد این گندگی اترک هذه نتن، این مسائل بدبوی را کنار میگذارد، به یک فکر باز، به یک فکر بسیار بزرگ داخل جامعه انسانی میشود، داخل جامعه مسلمان میشود. ایتو جامعه که در اونجا هیچ نوع برتری برای یک انسان نیست جز به تقوایش. بهترین شما متقی ترین تان است. بنان بلال حبش کاش که زنده می بود که رئیس جمهور ما میشد و چی با افتخار ریاست جمهوریش قبول میکردیم، با وصفی که سیاه‌پوست بود، با وصفی که افغان نبود، با وصفی که غلام بود، ولی ارزش بلندی بر ما دارد و با تمام قوت
پادشاهی و بزرگی از او را قبول میکنیم. چرا قبولش میکنیم؟ تقواست که این را بر ما میدهد که انسانی که متقی و پرهیزگار بوده باشد، خامخا او انسان آنچه که من بر ضرورت دارم و مال است و ضرورت است و حق است او را برای ما میدهد. بنان عزیزا این نکته را بگیرین که والله بالله این قسم است، آنانی که به عصبیت دامن میزند، آنانی که به احزاب و قوم و نژاد و سمت و زبان دعوت میکنه، ولو که نماز بخواند، در مسجد حضور داشته باشد، او نفر مسلمان نیست، از سر کلمه خدا بخواهد، زیرا در این دین به این عصبیت جایگاه نیست. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم صراحتا میفرماید که من دعا الی العصبیه فلیس منا، کسی که به عصبیت دعوت میکنه از ما نیست. این که خدا به زور برش میچسبونه، مثل که سکولارستا هم خدا به اسلام به زور میچسبونه، باشه من مسلمان هستم. آقا در وقتی که گفتی دموکراسی، دیگه با این دین هیچ ارتباط نداری، پناهت با خدا دیگه طرف برو. این دین از کسی است که با کمال و شمولش معتقد بوده باشه. این دین همه ارزش‌ها را برای ما داده و ما را غنی ساخته از اینکه به دروازه های دیگر را برویم. و هرگاه ما پای خدا میشویم، در حقیقت دو چیز را میگیریم. یک میگیم که یا الله به این پاها با جاهای گناه رفته بودم، به جای رفته بودم که نباید میرفتم، شخصیت اسلامی متقاضای از او را نمیکرد، ولی تو به ششتن از الله عفوش خواستی و خدا هم برات میبخشد، زیرا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم او صادق است. او میفرماید اون مسلمانی که وضو بگیرد با آخرین قطره‌ای که از آب پایش میریزد، خداوند متعال گناه پایش را برش عفو کرده. بنابراین در حقیقت ما پاک شدیم و ضمنش تعهد میکنیم که یا الله دیگه این پاها به طرف گناه نمی رود، به اماکن گناه نمی رود، به مجالس گناه نمی رود و در آن جایی که ما از تو دور میشیم در اوجا حضور به هم نمی رسانیم، بلکه این پایا در مجالس صالح باید برود، در با هم نشینای صالح باید برود، در اوجا باید تعاون بکنه. این تعهد است که ما در حقیقت در وضوی خود میدهیم. عزیزا وقتی که ما چنین کاری را کردیم، بعد از او در دل ما این احساس پیدا میشه که چرا وضو میکردیم. نیت ما از وضو شروع میشد به خاطر اقامه نماز، و این نیت این نیست که ما شما بلبل واره میخوانیم، نیت کردم ادا سازم 2 رکعت نماز را به یازر وقت بخوانم، اقتدا کردم، این کارم. این رقم نیست، زیرا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، صحابه و تابعین بر ما را نشان ندادن. شما در کتاب ها بروین، در هیچ جای پیدا کرده نمیتون در قرون گذشته اولی که در اوجا بعد گفته بچه اینی الفاظ بخوان، زیرا هر آنچه که در او زمانا با ما و شما تعلیم داده شده، او با معنویت، با اصالتش از به شما خواسته شده، با ظاهر بینی خواسته نشده. نیت قصد را میگوید. بدان تو قصد میکنی به که با الله قهار، با الله واحد ولا شریک، با او ذات عظیمی که به دلها علم دارد، با اراده علم دارد، با او ایستاده میشی. بنان با این تعهد به طرف الله جل جلاله میایی. بنان این ظاهر گفتنت نیست. ما تاسف میکنم، یگان بار تعجب هستم، بعضا وقتی که امام الله اکبر میگه، دیدن که پسر دیگه چی میگن؟ نیت کردم اداسم، باز کدام جایش غلط میشود، باز بس میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نیت کردم اداسم، باز کس پیش غلط شد. یک بعض مردمای تشویشی وجود داره، 3-4 باری را تکرار میکنه، در اوجا مولا الحمدلله رب العالمین میخونه، قرآن باید گوش بکنن، این را میلا میکنه، این در پشت نیت خود شروع کرده. بنان عزیزا وقتی که داخل مسجد شدین که می قامت گفته شده، می آمدن در مسجد برای نیت است، امی که در صف ایستاده میشی امی نیت است. بنان اگر باز وقت بود بگو، نمیگم که باز زبانم نکو، ولی وقتی که امام الله اکبر کرد دیگه وقت مصرف نکو، فورا پشت سرش بگو الله اکبر، پشت سرش مطلق، دیگه اجازه به این نگو که دیگه به زبان شور بدی، زیرا کل چیز نیت است. نیت میکردی پیش از او که در وقتی که امام مقتدی یا مؤذن تکبیر میگفت، در اون وقت به زبانم میکردی. وقتی که امام گفت الله اکبر، متصلش باید بگی الله اکبر، زیرا تکبیر تحریمه ثواب دارد که با دنیا و ما فیها در بدل نمی شود. اگر کل دنیا یک طرف شود و ثواب تنها الله اکبر دیگه طرف شود، این الله اکبر سرش گران می شود. و وقتش چقدر است؟ با مجردی که امام گفت الحمدلله رب العالمین، وقت خلاص شد، دیگه تکبیر تحریمه وقتش رفت. بنان سری چیزا نباید ضایع بکنیم، کوشش بکنیم که نیت اگر میکنین در وقت قامت بگوین. عزیزا ما نیت که میکنیم 2 نیت داریم. یکی نیت داریم که دیگه یا الله تو ما را پاک کردی،
با حضور خود مرا ایستاده کردی. یا الله دیگه به حضور هیچ کس استاد نمیشم، تکریم و عزت کسی را میکنم که تو را دوست دارد. یا الله آنانی که تو را دوست دارد دیگه برش رسم تعظیم نمیکنم. یک اساس است. دوم یا الله تو مرا پاک کردی، دیگه قصد میکنی که به بدی ها نزدیک نمیشم، دیگه به طرف بدی رو نمیارم. یا الله این انسان عاصی را که تو قبول کردی و توفیقش عنایت کردی که به تو ایستاده شده، بنان دیگه به بدی ها رو نخواهم آورد. و وقتی که میگم الله اکبر، الله از هر بزرگی بزرگتر است. الله از هر بزرگی که در خطورت میگرده الله بزرگتر است. الله بزرگتر است. یگان بار ما ضعیف میشیم. وقتی که مجاهدین میگفتن الله اکبر، روسا کل جای میگرفتن. وقتی که میگه الله اکبر، روسا میگرفتن و میگفتن این چی رقم شد؟ این چی میگوید؟ الله بزرگتر است از روس کرده، الله بزرگتر است از امریکا کرده، الله بزرگتر است از طاغوتای امروز کرده. او بزرگ است. وقتی میگه الله اکبر، بنان همه چیز خرد میشود و الله است که اون مسلط بر اوضاع است، او ذات قیم است، مرید به اراده خود است. تو ایتو الله اکبر باید بگویی که همه چیز پیشت باید کوچک شود. الله اکبر. و این را خب میفهمیم که وقتی که یک کسی به کسی تسلیم میشد با دستار بلند میکند. ما که یک طرف میگه الله تو بزرگ هستی، با دستای خودم کتش بلند میگه الله به بزرگی تو تسلیم هستم، دیگه غلطی نمیکنم. یا الله تو بزرگ هستی، به بزرگی تسلیم هستم. چقدر زیباست. وقتی که ما تسلیم شدیم به الله، دیگه با بزرگی را قبول نمی کنیم، دیگه عظمت به کسی قائل نمیشیم جز الله جل جلاله. این یک اعتراف عجیبی است. الله شاید است اگر ما این رقم نماز بخوانیم، قسم به خداست که ما حدیث پیامبر خداست که در راه ملائکه امرای شما مانده نباشی بکند. از این خاطر است که میگه وقتی که میگه الله اکبر، الله بزرگ است و دستار هم برش بلند کرده. و بعد بر رسم تعظیم دستار بسته میکنیم و ایستاده میشیم. یا الله حاضر به خدمت هستم، چیزی که تو برام امر بکنی اما تو میروم، چیزی که تو برام امر بکنی. و یا الله ما خو عاجز هستم، شانه هایم ضعیف است، توانمندیم کوچک است. پروردگار عظیم، یا الله که تو کبیر هستی، تو عظیم هستی، بناهن بر رکوع برش مفتیم و انحنا برش میکنیم، در حقیقت تسلیمی خود را برش اظهار میکنیم. انگامی که ما کسی به کسی رکوع بکنه، عظمتش را اعتراف کرده، بزرگیش را اعتراف کرده، و ما به رکوع که میریم عظمت الله جل جلاله را اعتراف میکنیم، بزرگی الله جل جلاله را اعتراف میکنیم و چیزی با میگیم سبحان ربی العظیم، پاک و منزه از هر عیب و نقص است پروردگار بزرگ من. پروردگار بزرگم از هر عیب و نقص او بیزار است. و این را تکرار میکنیم. حضرت عایشه رضی الله عنها در حدیث صحیح میفرماید که انگامی که سوره مبارکه اذا جاء نصر الله با آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد، ما او را نمیدیدم درش رکوع و سجده ای که مگر این را میگفت که سبحان ربی العظیم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. این را میگفت. انگامی که با این بس نمی کنیم، میریم به طرف سجده و در سجده با تمام نیایش آخرین وضع انحنا و عاجزی ما امیسته که به الله جل جلاله بهترین وجود خود را که پیشانیم است او را برش پایین میکنیم که از این به بعد دیگه از دست ما نمیاد. یعنی اگر از سجده و چیزی دیگریم از تواضع و انحنا و عاجزی می بود، خامخا یک مسلمان امور میکرد. انتها عجز ما است که پیشانی خود را به الله جل جلاله میگذاریم و میگیم سبحان ربی الاعلی ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی. این را باز میگیم. سجده را که تکرار هم میکنیم چی میگیم؟ استغفر الله. یا الله ایتو که زیبنده بود که ما باید سجده برات میکردم، ایتو سجده را خو کردن نتانستم، بار دوم سجده میکنیم، میگیم الله اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. ما با این شکل به الله خود ارتباط میگیریم، با او ذاتی که قائم است به ذات خود، متکی به غیر نیست، با او ذاتی که با قلبهای ما آگاه است با او ارتباط میگیریم. روی این اساس عزیزا نماز ستون دین است. نماز وسیله ارتباط ما با الله جل جلاله است. نماز است اولین چیزی که در روز قیامت از ما پرسان می شود. والله قسم است از جهادت پرسان نمی کند عزیزم.
از زکاتی که دادی پرسان نمی کند، از حجت پرسان نمی کند، از هیچ کار دیگه پرسان نمی کند. اول ما یحاسب به العبد الصلاة، اولین چیزی که از تو پرسان میشه نماز است. کسی که در نماز کامیاب شد امید به این داشته باشه که دیگه چیزایش الله عفو میکند. خدا نخواسته اگر در نماز مشکلات پیدا شود، در اینجا چیزی نباشد، بعد از اصلا این ورق دوم تا کسی ورق نمیزند، در امیجا فیصله سرت می شود. از این خاطر است که در نماز خود سخت باید پابند بوده باشیم، به هیچ کسی اجازه ندیم، وقت را به خدا دادیم. امی وقت نماز ای از خدا هست، این را به کسی دیگری نمیدیم. وقتی که شدیم حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بعد از او باز کسی دیگر را لبیک نمیگیم بجز الله جل جلاله و می رویم به طرف نماز خود، به طرف جماعت خود. چرا نماز در دین آمده؟ به خاطری که نماز سرچشمه همه خوبی هاست. همه خوبی ها در نماز است. نماز تصحیح کننده روش و سلوک فردی و اجتماعی جامعه انسانی است. نماز انسان را از نظر فردی و از نظر اجتماعی اصلاح می کند، تصحیحش می دارد، خوبی ها را در جانش جای می دهد و انگیزه های فاسد را از شخصیتش دور می کند. از این خاطر نماز جایگاه دارد. الله جل جلاله چه زیبا می فرماید: اتل ما اوحی الیک من الکتاب. بخوان ای پیغمبر از قرآن کریم، بخوان آنچه که وحی شده برای تو از کتاب الله، او را بخوان. بخوان به معنی از اینی که منطقواره بخوان، در او بیاندیش و در او فکر بکو، زیرا قرآن کریم کتاب انزلناه الیک لیدبروا. قرآن کریم ما به خاطر از این نازل کردیم تا در او بیاندیشید. چی گپ است در قرآن کریم؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یقینا نماز انسان را از بدیها، از فحشا و منکر و آنچه که زشت است دور میکند و منع میکند. ولذکر الله اکبر. و یاد الله برتر است. والله یعلم. الله میداند ما تصنعون، آنچه که میکنید. در رابطه به ای که مراد ولذکر الله اکبر، دو نظری را علما میدهد. یعنی نماز بزرگتر از این است که تنها انسان را از فحشا و منکر منع بکند. نماز فراتر و بزرگتر از این است که تنها یک انسان را از فحشا و منکر منع میکند، بلکه موجب رشد خوبی ها و حسنات و بزرگی اخلاق در وجود یک انسان می شود. ولذکر الله اکبر. دوم تعبیر ولذکر الله اکبر، نماز تو در نماز الله را یاد کردی. بنان ولذکر الله اکبر، یاد کردن الله تو را او بزرگتر از یاد کردن تو است. زیرا حدیث صحیح داریم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم می فرماید: هرگاه یک بندیم مرا در یک مجلس یاد بکند، ما او را در مجلس بزرگتر و برتر یادش میکنم. تو در جماعت الله را یاد کردی، ولذکر الله اکبر، الله تو را در ملائکه در جای بلندتر در آسمان ها یادت میکنه. پس چه زیبا خود بود که ما به الله اکبر گفتن خود خدای خود را یاد میکنیم و الله جل جلاله ما را در آسمان ها یاد میکند. از این خاطر وسیله ارتباط ما شد با الله یا نشد؟ نماز وسیله ارتباط ما با الله جل جلاله است. تو در اینجا بگو الله اکبر، الله در آسمان ها یاد تو را میکند. تو بگی الحمدلله رب العالمین. حدیث صحیح داریم، وقت ما کم است که الله میگه که بندیم ستایش مرا کرد، بندیم به عظمت مرا یاد کرد. وقتی که تا آخر میریم باز میگیم بندیم آنچه که بخواهد برش میتم، بندیم آنچه که بخواهد برش میتم. زیرا تو خواسته بودی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ایرش ما شما خواسته بودیم. روی اساس نماز وسیله ارتباط ما شما شد با الله جل جلاله. نماز است که خوبی ها را برای ما شما ایجاد میکند. قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. اون مسلمانی که در نماز راستگو است، متواضع است، واقعا که رستگار شد. و رستگاری یک انسان در وقتی میشد که در او ظرفیت ها ایجاد شود و نماز در وجود یک انسان مؤمن ظرفیت های نیک را ایجاد میکنه و به طرف بلندی مقام او را میکشاند. نماز درمان دلهای مضطرب است. دلهای ما شما بسیار مضطرب است، بی نهایت اضطراب. از یک طرف میگم نان چطور شد، از یک طرف میگم که والله مشکلی که در اونجا گرفتار است مو چطور میشد، از طرف دیگر میگه کافرایی که در وطن ما سر تا پا آمدن این چطور میشه، از طرف دیگر میگه که خدا این حکومت ریشخند کدام طرف میرود. از هر طرف ببینید که اضطراب است، تشویش است، وجود فرد ما شما را گرفته است. بنا چی میکنی عزیزم؟
چی میکنی که از این اضطراب خلاص شوی؟ چی میکنی از این غم خلاص شوی؟ نماز بخوان. نماز است که وسیله اطمینان و آرامی برای دل ما و شماست. زیباست که فریضه نماز را یک بار ببینید که در چه وقت با حضرت صلی الله علیه و سلم امر داده شده. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زیر چکمه های ظلم قریش قرار گرفت، با اندازه مورد ظلم قرار گرفت که بالاخره کشیدش در شعب ابو طالب. در اوجا بر فیصله کرد که نه کسی چیز را سرش بفروشد، نه کسی چیز از پیش بخرد، نه روابط امرایش داشته باشد. امروز ما و شما او حرکت طاغوتی قریش را امروز ملل متحد به نام تعزیرات یاد میکنه. هر کشور اسلامی که شور بخوره با سرش تعزیر وضع میشد. این کافران مشرک او وضع کرده بود، اینها عالی وضع میکنن، زیرا هر دویشان در یک دین هستند و یک پابند و یک رشته دارند. بنان این تعزیرات را علیه مسلمانان و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وضع کرده بودند. 30 سال مکمل در تعزیرات بود. در آنقدر مشکلاتی که حضرت عایشه می فرماید که 2 ماه مکمل ما در دیگ خود آتش نکردیم. دیگ ما آتش ندید، چیزی نبود که را پخته میکردیم. در همچی یک لحظات سخت کاکایش حضرت ابو طالب او از دنیا رحلت میکنه، به اصطلاح یک تک یگا را از دست میدهد. در حقیقت ما را میفهمند که او مسلمان تنها به الله اتکا بکن. با کاکایش اتکا داشت، در شک نیست، کمک و معاونت بیشتری میکرد. الله او را از پیش گرفت. خانمش که یقینا ما شما مرهون احسانات از اونها هستیم، مال خود را کلش در باب دعوت اسلامی خرج کرد و پیغمبر علیه السلام گفت تو بر ما دیگه چیز را نبیار، فقط تو برو مصرف بکن ولی راه حل برای مشکلات مسلمانان از الله جل جلاله بخوای. او مادر ما و شما در امی شعب ابو طالب دانه تو یک حالتی که تعذیر بر مسلمان است و هم از دنیا رحلت میکنه. پیغمبر علیه السلام و مسلمانان در سخت‌ترین حالت زندگیشان است، بی نهایت مشکلات. الله جل جلاله پیغمبرش را به خاطر تسلی و به خاطر ازی که او را معترف به بکنه که ای پیغمبر این کپای چند روزه است، زندگی یک مسلمان جای دیگر است که دیروز عرض کردم این دنیا قپابندی سرش نداشته باش، این مشکلات تیر می شود، این زحمت ها بالاخره به آسانی تبدیل می شود. پیغمبرش را می خواند به طرف خودش، به خودش می خواند. در دنیا ما شما میبینیم که رئیس جمهور است، اگر والی است، اگر کلان است، همیشه مکتوب برات رای میکنه، یعنی مکتوب حکم بکن این تو بکن. خو یگان بار کار که بسیار مهم بوده باشه با تو را پیش خود میخواه ایجا بیا و اینی کار این تو باید شود. اما احکام دین در دنیا نازل شده، اما احکام دین از جمله رمضانی که ما شما قرار داریم، ایران پیغمبر علیه السلام در خانهش بود که برش این حکم داده می شود. ولی نماز این ستون دین و این اولین وسیله اتصال ما با الله ما، پیغمبرش را به سوی خودش میخواند، در معراج میبرشه، در اوجا برش این پیام میداد که مسلمانا و خودت باید نماز بخوانی، اوجا پیام برش میدهد. بنا نماز است که در حقیقت وسیله ارتباطی ما با الله جل جلاله شد و پیغمبر را این دستور میداد که تو باید نماز بخوانی. و پیغمبر علیه السلام دستور میده یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما بسیار ضعیف هستیم، بسیار کوچک میشیم. بنا نماز که ما بخوانیم در حقیقت استراب ما ختم میشه، تشویش ما ختم میشه. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم انگامی که به جبهه میرفت، در بدر، در احد، در دیگه غزواتش، پیغمبر علیه السلام نماز میخوان، با الله جل جلاله اتکا میکرد که یا الله توی عصابه را قوی بگردان، توی مسلمانان در مقابل دشمن او را قوت و نصرت برش بده. این کل نماز بود که این ارتباطات برقرار میکرد، نماز بود. بنان در اینجا میگه که ای پیغمبر ما بر بالای تو سخن بسیار گران را نازل میکنیم. او چی است؟ اصلاح امت، اصلاح انسانیت، اصلاح انسانی که گمراه شده به عوض خدای واحد خداهای ساختگی را پرستش میکنند. ما شما ندیدیم، خدا شاید است که یگان بار انسان بیرون برد بعد میفهمین. یک بار که در هند بروی بعد دل تکت تکه میشه که یا الله چقدر انسان هسته و چقدرشان دوزخ میرود، زیرا او بیعقل انسان میره به گاو سجده کرده، او به یک چیز بی معنای بود خودش بر رنگ میدهد، خودش تراشش میکنه، باز میگه مایر ای
مرا از بدی ها نجات میداد، بر ما خوبی ها را بر ما میداد. چیزهای مزخرفات را بشنوی که اوجا باز میفهمی که گمراهی یعنی چی، بدبختی یعنی چی. یک نفر میبینی بسیار مفشن، زیبا، تحصیل کرده، میرود میره یک بار گاو ببینه ترق کده او را بوسه میکنه، با شاشش میگیره سر جان خود میمالد. ایران ببانی اوجا باز میفهمی که گمراهی چی است. الله جل جلاله ما شما را توسط توحید و به این رمز دین از این خرافات ما شما را دور کرده. بنان ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بر بالای تو سخن بسیار گران را نازل کردیم که تو مکلفیت داری جامعه را به طرف هدایت بکشانی. تو نمیشه که این سخن بی منطق و بی معنا و پوچ را بگویی که گوسفند از پای خود و میش از پای خود. این گپ خلاف دین است. ما مکلفیت داریم به اینکه آنانی که اصلاح نیستن اصلاح باید شوند. این مکلفیت دینی ماست. امر بالمعروف نهی عن المنکر یکی از ویژگی های مسلمان است. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بهترین امت ها شما هستین، به خاطر که وظیفه پیغمبران را شما دارین، وظیفه رسالت را شما دارین. شما هستین که دیگران را از دستش میگیری و برش میگی که این کار خلاف دین است و این کار نکن. به توسط از این اعمال ناشایسته ما را در میتی بدبخت خدا. بنان ما تو را اجازه نمیتیم که جامعه ما را به طرف فساد بکشانی. ارگاه ما امر بالمعروف نکردیم، نهی از منکر نکردیم و ترسیدیم، ایمان داشته باشین که عذاب الله جل جلاله بر ما شما نازل میشود. یا عذاب از این خاطر است که ما حرکت نداریم و شور نمیخوریم. پس نماز در حقیقت اضطراب یک انسان را دور می کند. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشد که به یاد الله جل جلاله قلب ها اطمینان پیدا می کند. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان شما طلب نصرت بگیرین از الله جل جلاله. به چی؟ بالصبر. در مقابل مشکلات جور باید ایستاده شوی. اینقدر زود حل نمی شود. مقاومت باید بکنی و به خاطر مقاومتت نماز باید بخونی که در تو شیرازه صبر تولید شود و توسط صبرت به مشکلاتت فایق بیایی. بی‌نمازی دوری از الله جل جلاله و سبب تنگی معیشت و رزق یک انسان می شود. آنانی که نماز نمی خواند، در خانه که نماز نیست، مشکلات متعددی می آید. مشکلات متعددی. قرآن کریم چه زیبا می فرماید: و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك اليوم تنسی. هر کسی که اعراض بکند از ذکر ما، که در حقیقت معیار و مصداقش نماز است، از او که کسی اعراض بکند ما چی برش میکنیم؟ فإن له معیشة ضنکا. ما زندگی تنگ و ترش و سخت را نصیبش میکنیم. چی رقم؟ در خانه پول داشته می باشی، موترهای لوکس داری، خوب $30 داری، از هر جاییم که پیدا کردی، خداوند متعال بی اتفاقی را در خانهت مندازه. یک روز نان را خوب اخلاق نمیخوری، هر روز در خانه جنگ است. گاهی فرزند در رویت میزنه، گاهی زن در رویت میزنه، گاهی بیادر در رویت میزنه. یک کسی پیدا میشه که تو نان را با اصلاح نمیخوری، نان را با خوشی نمیخوری. به خاطر چی؟ خدا برات گفته که فإن له معیشة ضنکا. معیشت تنگ را برات میتیم. تو خب بی ارزشی کردی، الله در مابین پول و دارایی و قصر مفرشانت انت وسیله زندگی تنگ برات میدهد. از طرف دیگری خداوند متعال مرض در خانت رایی میکند، باز مرض ها داخل میشود. شما میبینیم پول داره همیشه مریض هستند. یکی میگه والا قلبی تکلیف دارم، دیگهش میگه فشار دارم، دیگهش میگه شکر دارم. اینا شکر الله را خوب ادا نمیکنن. از این خاطر الله جل جلاله اینا را یک تکر میداد که باید به خود بیاید و به الله تسلیم شود. بنان مرض ها در او خانه که نماز نیست، مرض ها زیاد است. مرض های نفاق است، مرض های ظاهری است، همیشه درد و الم در خانه است. همیشه اونا هستن که با دکترها همیشه معامله دارن و پیش دکترها میروند. کسی که نماز نمیخونه، شما اونا را میبینین که مرض های اخلاقی در خانهش وجود دارد. انسانانی که نماز نمیخوانند در خانهش مرض های اخلاقی است و این واضح دیده میشد. فرزندایش ببینی که انسانای به اصلاح 4 عیب شرعی، دخترایش ببینی، سیستمش ببینی، همه مردم با اونها به حد حرمت میبینه. اونا حرمت پیش جامعه انسانی ندارد. این کلش از کجا پیدا میشه؟ نماز نمیخواند. و هرگاه نماز بخواند این خانواده بلند میشود، این خانواده دارای سیستم میشود. بنابراین عزیزان، نماز نخواندن این تو مرض‌های ظاهری و باطنی را به انسان میاد. بی برکتی در خانه‌ت میاد. هر روز است که تو
پشتکی ها را میاری باز ما تیر نشده باشه که خلاص شده باشد. ولی اگر نماز بخوانیم برکت در خانه میاد، اتحاد در خانه میاد، صحت در خانه میاد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. نویروا بیوتکم بالصلاة، خانه هایتان را با نماز پر نور بکنید. بنابراین هرگاه نماز بخوانیم این برکات امرایش میاد و اگر نخوانیم او جانب دومش میاد. نماز عامل پیروزی ما در مقابل دشمن است. اگر ما نماز بخوانیم الله ما را در مقابل دشمنان ما کامیاب میکنه. اگر نماز نخوانیم ما در مقابل دشمن کامیاب نمیشیم. زیرا آنچه را که الله جل جلاله وسیله کامیابی قرار دو چیز است. از نظر مادی ما شما را مکلفیت داده و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم. آمادگی بگیر مسلمان. هر آنچه که کافر را تو باید داشته باشی، تو باید این ظرفیت در خود ایجاد بکنی. من یک جمله معترضه عرض بکنم. یک تعداد مردم است که می شور بخورن این سر مولوی صاحب میتازه، ولی شما این کار نکردین، شما این نکردین، شما این نکردین. خب من یک گلاز می انجینر صاحبای خودم دارم، از دکتر صاحبای خودم دارم. یک سوال اگه تو بکنم کدام وقت شده که شما کدام مسئله شرعی را پیدا کرده باشین و او را پیش علمای افغانستان مطرح کرده باشین و او را به شما جواب نگفته باشد؟ من گمان نمیکنم. هر سوال شرعی که پیدا شد الحمدلله و المنه در افغانستان توانایی ازی بود که جواب داده شود. ولی ما گله از انجینر خود میکنیم که تا کدام وقت به دیگر را برویم، تا کدام وقت دکتر مریضای ما به طرفای دیگر را برود. بنان امو ظرفیت خو از ما کرده به اختیار شما بیشتر بود. شما چرا زحمت نمیکشین؟ چرا تلاش نمیکنین؟ چرا باید به فکر نیستین؟ بنان این ظلم است که علیه خود و علیه ملتتان میکنین. من تو کسا را میبینم دکتر صاحب تمام روز مضامین نوشته میکنه. ای وطندار تو را به مضمون نوشتی چی؟ علاوه مضمون تا به وظیفه خود است تو دکتر هستی طبابت یاد بگی. یعنی کار تو است. از بس که سخت است تقسیم بندی شروع شده. تقسیم بندی شروع شده. داخله یک طرف است، جراحی دیگه طرف است. کلش یک نفر نمیتونه کنه. تو آمدی در سیاست ها خود داخل کردی. این کارا باید بکنی. همین رقم از انجینرای خود گله داریم، از دیگای خود گله داریم. بنان در جایی که هستن خدا برسانن. در جایی که هستن در امو علم باید بلندترین نقطه را تو باید کمایی بکنی. زیرا ان شاء الله توسط ازی باز کشور ما به پیش می رود و تعالی و ترقی به جامعه افغانستان ان شاء الله خواهد آمد. از طرف دیگری میفرماید که یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم فئه فثبتوا. ای مسلمانان هرگاه که با دشمن روبرو شدید فثبتوا. باز تزلزل نکن. دیگه باز نگه والا چطور میشود. دیگه دشمنی که در رویت آمد دیگه با پشت دونتی. واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. یاد الله را زیاد بکنید تا به اساس یاد الله کامیاب شوید بر دشمنتان. از این خاطر نماز رکن است که هیچ قضایی ندارد. مریض که میشیم میگه بشین بخوان، که نمیتونی باز بر ما میگه پایت به طرف قبله دراز بکن، به طرف قبله پایت دراز بکن و اشاره نماز بخوان. در سفر بودی میگه در چوکی بشین به سرت نماز بخوان و قضایی ندارد. در جبهه قرار داشتی و دشمن تو را قریب است که اسیر بکنه و تو جبهه را ترک کرده رئیس فرار میکنی. در اون حالت هم سر مرکبت سوار باش و نماز بخوان. وقت داشته باشی یک گروه تان ایستاده شوید نماز یک رکعت بخوانین. در نماز رفت آمد شروع می شود. خود ترک اجازه برات نمیدهد. برو بیا یک رکعت پشت امام بخوان، باز برو به جبهه، باز گروه اول بیاد، باز ما خلاص کن پس برود و صریح نص قرآن کریم است. یعنی به ما اجازه از این نداره که در جبهه هم چی کنیم؟ نماز خدا ترک بکنیم. پس نماز ترک نمی شود. چرا ترک نمی شود؟ عمود دین، ستون دین است. ستون از بین ببر دیگه با چت باقی نمیماند. در جبهه هم ستون باید نگاه بکنی، در مریضیت هم باید نگاه بکنی، در سختی و مشکلات هم باید نگاه بکنی. نماز است که وسیله می شود برای کامیابی ما و شما. نماز اولین واجب حکومت اسلامی است که در تحققش باید سعی و تلاش بکند. مکلفیت دارد حکومت که نماز را اقامه بکند. قرآن کریم می فرماید الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. آنان را که چون ما جای بدهیم برشان در زمین، اونا را سرمدار، قائد و بزرگ و پاچایش بگردانیم، اولین کاری که میکنن چیست؟ اقام الصلاه، نماز را میخواند. اقامه میکن نماز را. چی رقم اقامه میکند؟ ما ایت نمیگم دل کسی که میخوان دل کسی کنم. نه استغفر الله. نماز باید بخوان. در حکومت اسلامی زندگی میکنی، در کشور اسلامی زندگی میکنی، قانونش هم اسلامی است، خامخا باید نماز بخوانی. اجازه برات نمیدیم. نماز باید خوانده شود
و این وجیبه حکومت اسلامی است. اقام الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. زکات باید جمع بکند، امر بالمعروف باید بکنه، نهی از منکر باید بکنه. ولله العاقبة الامور، و آخر انجام هم پیش الله هست. یعنی اگر یک حکومت اسلامی این کارا را کرد، اقامه نماز کرد، زکات را از مسلمان ها اخذ کرد، امر بالمعروف و نهی از منکر کرد، این انسان ها این حکومت پایدار می شود، این حکومت جای پیدا میکنه. اگر این کارا را نکرد، این حکومت به طرف انحراف است، به طرف بدبختی است. حالا شما پرسان بکنید که حکومت ما چی میکند؟ بسته حکومت رئیس جمهور یک طرف، پارلمانش دوم طرف، و اطلاعات و کلتور سوم طرف، شورای علما چهارم طرف، ستر محکمه پنجم طرف، 5 قوا یک جاش سر یک طلوع زورش نکشید. شرم نیست با خدا؟ 5 قوا یک طرف میشد، میگه ای طلوع این مزخرفات دا بند بکو، دقیقش هم نشد. حتی رئیس طلوع چی میگه؟ برای علما چی میگه؟ میگه اگر دیگه کس به طرف دفترم بیاید به مرمید این فرقش میزنم. خب اگر مولای آمد همه قمه کنیم که من برایم باز با شما الهیش میکنم. امیر میگوید دیگه. ولی امیر رقم حکومتی ریشخند باز بر ما چی میگه؟ ولی همین مولایا چرا علیه ما گپ میزنند؟ مولا خب مجبور است گپ بزنه، خود اصلاح بکو، خود برابر بکو به این سیستم که ما علیه گپ نزنیم. تو تمام روز با خرافات کرده رایستی، بیدینی کرده رایستی و ما زبان خود تو بند بکنی، بند نمیشود. ترک نماز نشانه خلف ناصالح است. یعنی اگر میخواین که فرزند صالح و ناصالح را بشناسین، ببین که در مسجد فرزندش میاد یا نمیاد. هرگاه فرزند کسی در مسجد نیامد، این خلف ناصالح است. مجاهدی که در مسجد ندیدیش و گفت که من مجاهدم، گفت دروغ میگی. جهاد کدام وسیله تاپه سنگین است که یک بار بخوری با بیران نشود. خب قسم با خداست که در نماز نبودی، در جماعت نبودی، مجاهد نیستی، دروغگوی هستی، تو خائن هستی. تو باید در نماز بوده باشی، در صف اول باید قرار داشته باشی. چه رقم مسلمان هستی؟ تو چرا میخوای که در مسجد نیستی و اقامه نماز نمیکنی؟ الله جل جلاله میفرماید که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة. از پشت سر مردم ناخلف آمدن. اونا چی کاری کردن؟ اضاعوا الصلاة، نماز را ترک کردن، نماز را ضایع کردن. و اتبعوا الشهوات، پیروی شهواتای خود کردن. تمام رو فیلم ببین، روزگار را جور بکن. فسوف یلقون غیا، پس زود است که به نابودی مواجه شوند. این انسان ها به نابودی مواجه می شوند. پس نماز است که در حقیقت بر ما صالح و ناصالح را نشان میدهد. دروغگوی و راستگوی را از کجا میشناسین؟ از نماز. یک نفر بسیار صفت خدا کرد که تو میکنم صبح به طور مثال وکالت میشه، وکیل صاحب تعیین میشه، نه رئیس جمهور صاحب تعیین میشه. این دروغگوی را فقط در مسجدش یک دفعه برو. امی که الله اکبر که در نماز نبود، بر میگه این خائن، این دروغگوی، کل چیز دروغ است. والله این قسمش اگر یک چیز راست باشد، اگر تو راست گو میگویی در مسجد باید میگویی. در مسجد که با خدایت نمیکنی چیزی، ولی اگر با مخلوق چیز بگو، با خالقت چی کردی که اقا احسانا را بر تو داده، اقا لطفش کلش وجود تو را گرفته، دیگه با مردم هیچ چیز نمیکنی، با مردم دروغ میگی. از این خاطر نماز وسیله شناخت ما شماست. راستگو و دروغگو را از مسجد بشناس. آنانی که به مسجد بیاید راستگو هستند و این گپ نشود خو یگان با دروغگویی چی میگن؟ والا ما را کدام کسی نکشه، ولی بکشه تا. حضرت عمر رضی الله عنه در مسجد شهید شده، حضرت علی ابن ابی طالب در مسجد شهید شده، بزرگان در مسجد شهید شدند. بنان اگر این سنت را تو زنده بکنیم و حالا که ما باورمند بایستیم که اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. این مرد این نیست که در مسجد نبیایی باز تو میمونی، نه در کدام جای دیگه میمونی. خب چه قضیه با خود بود که انسان در مسجد بمیرد. بنان مسجد جایی است که ما شما از طریق باید اصلاح بکنیم. آخرین گپ میست اجزا، مسجد وسیله اصلاح ما و جامعه ما شماست. جامعه از طرف مسجد اصلاح می شود. وقتی که در مسجد ششتیم ایمان و تعهد ما تازه می شود. وقتی که تعهد تازه شد راه بر ما باز می شود. وقتی که راه باز شد انشاءالله قدم های صالح و استوار گذاشته می شود. خداوند متعال توفیق عبادت را نصیب بکنه. الله جل جلاله ما و شما را از نمازگزارای بگردانه که یقینا به الله جل جلاله نماز خواندن و خداوند متعال در روز آخرت که به الله حشر میشیم، یا الله ما را در وقت پاسپورت از نماز تو به لطف کرمت ما را کامیاب بگردان. این نمازهای بی حضور ما را به لطف کرمت قبول بگردان. نمازهایی که میخوانین همین توصیه ما را بگیرین عزیزا. نمازهایی که در افغانستان خوانده میشه با تاسف بسیار زود میخوانیم.
در اینجا رکوع ما، سجده ما، قرائت ما بسیار بی‌تفاوت است. زود قرآن کریم قاریای ما میخونه، خیالش میکنه که این دیگه تراویح شد. و پیامبر علیه الصلاة و السلام صراحتا میفرماید که رب قائم لیس من قیامه الا السحر. بسیار مردم هستن که استاد میشن جز ماندگی شی دیگری نصیبش نمیشه. زیرا در اونجا رکوع نیست، در اونجا تواضع نیست، در اونجا انکسار نیست، در اونجا خشوع نیست. بنابراین الله چطور قبول بکنه؟ الله غنی است. تو اول احتیاج تا برش بده، باز الله بر جواب میداد. بنابراین در نمازهای خود دقیق بوده باشین، صحیح نماز بخوانین ولو که کم بخوانین. صحیح نماز بخوانین. کم به معنی اینه که فرض نخوانید. یعنی نوافل اگر کم بکنین فرقی نمیکنه، ولی نماز درست بخوانید، صحیح بخوانید. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد صفوف المجاهدين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين. اللهم شتت شمل أعداء الدين. اللهم زلل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم يا رب العالمين بحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة كل اسم سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك، يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوة كتابك آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.